فرزام همیشه دوست داشتم بدونم از هر کارگردان چی ببینیم بهتره، ولی چنین کانتنتی پیدا نکردم. تو رو خدا کمکمون خب ما هستیم برای همین. یکی این که از هر کارگردان چی ببینیم بهتره، خب یکی اصلا کارگردان بشناسیم. فکر نکنیم فقط نولان کارگردانه با مارتین آفرین اسکورسیزی دوتا فقط هستن، کلی کارگردان خفن دیگه داریم. یه لیست درست کردم، نشون نمیدم که بسوزی، ولی خب خیلی کارگردان داره. تو میبینیش فقط خیلی کارگردان داره. یه 31 کارگردان فعلا هست توش. آره فعلا 6 پارتی میخوایم بسازیم. آره 6 پارته، هر قسمتش 5 تا کارگردان. خیلی سریع که آقا از این مثلا کارگردان که من اسمش شنیدم چی ببینم بهتره، یا فلان چیزی که ازش دیدم حال نکردم باش برم اینو ببینم که فرزام و آرمین میگن خوبه، هر چیزی اودیسه میگه خوبه اونو بریم ببینیم. خب کارگردان اول با چی شروع کنیم؟ با مارتین شروع کنیم اسکورسیزی. خب یه چند مثلا این تاکسی درایور خب هست، ران تاکسی هست، جزیره شاتر هست، دپارتد هم هست. اینا فیلمایی که خوبه فیلمایی با که شروع خیلی کنیم مارتینه، ولی مطرحن، همه میشناسن. آره نسبت به بقیه فیلماش خیلی بهتره. ولی خب مثلا اگر به من بگن آقا کدومشو برام ببینم، من میگم خب برو دپارتد ببین، بعدش برو جزیره شاتر رو ببین، بعدش برو شاتر آیلند که یکم آره شاتر آیلند خیلی دوست دارن. دپارتد هم خیلی خوبه. این دوتا فیلم از ایناست که پایانش دیهو به هم میریزی، میگه این بود اینجوری شد، نه بابا اینجوریه. دوست دارم از مارتین بیشتر ببینم وقتی اینا رو میبینم. دوست دارم ببینم اینا رو میبینی بعد میگه خب بذار ببینم مارتین چی ساخته، میری بقیه مثلا گنگز آف نیویورک میبینی، نمیدونم تاکسی درایور رو میبینی، میری بقیه‌اش رو میبینی. تا خب یه سری فیلم‌های دیگه‌اش خیلی بیشتر به سبک مارتین میخوره، برای همین اونا یکم باید بیننده اون کاریه، خیلی دنبال اون کارگردان باشی تا به اونا رو ببینی. این از اسکورسیزی. سریع بسیم بریم بعدی که بری بقیه‌شو ببینی. آره مثلا با دپارتد میتونن همه ببینن ولی تاکسی درایورش همه نتونن ببینن. کارگردان بعدیمون ریدلی اسکات. چی داره؟ علیرضا خیلی دوستش داره. آره با چه فیلمی حال کرده؟ داره تنها فیلمی که دیده بود مریخی. آره مت دیمون، مریخی، دمارشن و گلادیاتور. دوتا فیلم خیلی به نظرم گنده‌ترش. من باشم میگم دمارشن رو ببینن تا دوست داشته باشن برن مثلا گلادیاتورش هم ببینن، چون یکم آماپسندتره دمارشن. من دوست دارم بگم خیلی آماپسندتره. من میگم چی؟ تو ما نظرات دوتاش خوبه. ما هماهنگ نکردیم بیایم ما از این بعد هماهنگ کنیم بیایم. نه ما نظراتمون متفاوته واسه دو کورویی که دوست دارم. به نظرم خیلی امروزی تره برای مخاطبه که مثلا میخواد شروع کنه. گلادیاتور خیلی فیلم خشک‌تریه نسبت به این، خیلی امروزی تره، مثلا حال و هوای مثلا کسایی که نولان دوست دارن با اینترستلار حال کردن، این مثلا اون فاز اونجوری رو داره، خیلی هم علمیه هم جذاب دیگه، مثلا اونجوری خیلی دوست دارن. اینم خیلی جذاب به نظر من. برای اینکه بخوای به کسی پیشنهاد بدی این خیلی بهتره. بعدیش کیه؟ کاپولا. خب فرانسیس فورد کاپولا دیگه. آره ولی خب آره باید مثلا بری گادفادر ببینی، ولی خب مثلا اگر گادفادر خیلی برات چیزتره، میخوای مثلا بیشتر باش آشنا بشی بعد بری گادفادر رو ببینی، میتونی اینک آخر زمانش هم ببینی. اونم توش مالون براندو بازی کرده و جنگیه، تمش کلا داستانش فرق تم جنگی داره. و اگر کسی بخواد مثلا اونو ببینه، کاپولا دوست داشته باشه، مثلا مالون براندو خیلی دوست داره، مالون براندو تو اون میتونه ببینه که اونجوریه. بعد مثلا با پدرخوانده ممکنه یکم، چون پدرخوانده جوری که من از بقیه میشنم خیلیا مثلا از هر 10 نفر اگه 7 نفر دیدن 3 نفر میگن فیلم بابا طولانی، خیلی خسته شدیم، طولانی بود، حوصله‌مون سر رفت، چی بود و اینا. ولی آره مثلا آره مثلا مثل چیز میمونه، مثل همون مارتین هم اگر بخوای یه راست بری سر کازینو گودفلاسش یکم چیز میشی که این چرا همش اینجوریه و اینا. این باز مثلا تو اونم بهتره، تو این مثلا اینو ببینی برای فورد کاپولا بعد بری گادفادرشو بشین، چون فیلم بزرگی اصلا خیلی ها دیدن ولی به نظرم خیلی سرسری دیدن. فیلم درست حسابیه، باید خیلی عمیق و خوب دیدش. بازی هم که همه معرکه است. پولانسکی دیگه رومان پولانسکی چی ببینیم؟ خیلی پیانیست دوست دارن راستش. پیانیست، محل چینیا، پیانیست و بچه رزماری. اگر بخوای
شروع کنی فیلموسکی. واقعا همون پیانیست. پیانیست واقعا بهتر. بعدش به نظرم محل چینیا، اونم خیلی دوست دارم. یکم داره نزدیک میشه به اون چیزی که واقعا پولانسکی هست. بعدش بچه رزماری، بعدش تنانتو، اینا بخوای بری ببینی. آره. به نظرم همون اول کار پیانیست فوق العاده است. هر کی پیانیست رو دیده دوست داشته، هر کی ندیده واقعا باید بره ببینه. از دست داده یه شاهکار فوق العاده رو. کارگردان آخر کارگردانی که میتونیم بشناسیمش، لارس فون تریر، میتونیم بشناسیمش که کیه چی جوریه و اینا. میتونیم با خانه که جک ساخت بریم فیلم ببینیم. عشق ژانر جنایی میتونه باشه. آره کسی که جنایی دوست داره، مثلا فینچر دیده یا بقیه کسا رو دیده، میتونه مثلا اینم بره ببینه. قاتل سریالیه و داستان خیلی خوبی داره. کوچولو از تم صرفاً قاتل سریالی جداتره، داستان خیلی درست حسابی داره. میپسندم. فیلم قویه و درست حسابیه. من خیلی به امتیازش اینو نگاه نکنین واقعا. آره چون باید دیدش. هنره. خیلی هنریه، خیلی واقعا یک نقاشیه، آرت واقعا خیلی فوق العاده است. هر سکانسش این نقاشیه خیلی درست حسابی. و این بود 5 تامون. خیلی سریع، خیلی تند. پارت 1 تموم شد. چقدر زود. همین میریم واسه پارت 2 بعدن. در ادامه پارت 2 رو خواهید دید. ولی خب از این لذت ببرین. بگیم لایک و کامنت و اینا کنین، تعامل داشته باشین. کنید اگر دوست داشتین لایک کنین، کامنت بذارین، نظر بدین. چه کارگردانی شنیدین اسمشو و نمیدونین با چه فیلمی شروع کنین، یکم ترس دارین برای اینکه برین کدوم فیلمشو ببینید و اینا. حتما منتظر پارتای بعد باشید. خدافظ. بای بای.